فکر کن. دنیا بدون برق، بدون دارو، بدون اینترنت. حالا برگردیم به گذشته. جایی که فقط چند اختراع مسیر تاریخ را عوض کردن. اولی چرخ بود. وقتی انسان برای اولین بار تنهی درخت رو زیر بار گذاشت، هیچ کس فکر نمی‌کرد این ایدهی ساده پایه‌ای همه ماشین‌ها، خودروها و حتی فضاپیماها بشه. دومی بارود. اختراعی که هم امپراتوری‌ها ساخت و هم خیلی‌ها رو نابود کرد، اما در نهایت باعث شد سلاح‌های گرم و حتی مواد انفجاری صنعتی ساخته بشن. سومی چاپ. گوتنبرگ با یک دستگاه چوبی ساده کاری کرد که دانش از دست پادشاهان بیرون بیاد و به دست مردم برسه. چهارمی پنیسیلین. یک تصادف آزمایشگاهی که جان میلیون‌ها انسان رو نجات داد و پزشکی رو وارد عصر مدرن کرد. و پنجم، اینترنت. از یک پروژه نظامی شروع شد، اما امروز تبدیل شده به مرز جهانی. ما جایی که زندگی، کار، عشق و فکر کردن همه بهش وابسته است. این 5 اختراع ساده اما شگفت‌انگیز جهان امروز رو ساختن جهانی که بدون اونها شاید هیچ وقت به اینجا نمی‌رسید.